سلام دوستان، وقتتون بخیر. خب 4 قسمت از فیلتر رو کار کردیم. تقریبا میشه گفت تموم حالتهای فیلتر، تموم کارهایی که با فیلتر میشه کرد رو آموزشش رو دادم. ما بقیه کارهایی که در واقع با ترکیب این کارهایی که بهتون گفتم و تستش کردیم میشه انجام داد. یه نکته دیگه فقط مونده که من اینو اضافه کنم و بعد تو ویدیوی بعدی شروع میکنیم مثال حل کردن. 4-5 تا، شاید حالا 1-2 تا، نمیدونم چند تا مثال سعی میکنیم داشته باشیم که کامل جا بیفته. خب ببینید، ما قبل از تو ویدیو سوم یا دوم چی گفتیم؟ نمیدونم اینجا هم داریمش یا نه، پاکش کردم. بذار دوباره میسازیمش. ما گفتیم که فیلتر این رنج رو برای ما فیلتر کن. شرط چی گذاشتیم؟ گفتیم شرطمون این باشه و شرطمون باشه این مثلا مساوی بزرگتر از 10,020. خب که اینا برای ما آورد که اگه دقت کنین همه اینا مساوی 20 بزرگتر از 1020 تکراری هم آورده فکر کنم 26 ایناش البته فقط تکراریه. حالا مهم نیست، میتونیم بگیم اینا سورتش بکن، حالا ولش کن، زیاد تو جزئیاتش نمیخوام بریم. خب بعد گفتیم که این یک فیلتر ساده با یک رنج و یک شرط. حالا یه شرط دیگه هم میتونستیم اضافه کنیم دیگه، بگیم و همین ستون آ تا آ کوچیکتر از 1025 که بین در واقع میشه گفت اونایی که از 1020 بزرگتره درسته و اونایی که از 1025 کوچیکتره درسته. پس اینم دوتا شرط روی یک رنج و حتی باز شرط هم اضافه تر هم میتونستیم بکنیم. گفتیم که میتونیم بگیم بی تا بی هم اضافه کن مساویه اونایی که باشه اسمشون علی، که برای ما اینا را آورد. بذار یکی دیگه هم اسمش علی بزنیم، اینا بزنیم علی که میبینید آورد. پس چی شد؟ یک رنج با چند تا شرط، تا 99 تا شرط هم میتونه باشه. خب نکته ای که از چیه اگه دقت کنید، ما گفتیم که این رنج اونایشو فیلتر کن که ستون آش بزرگتر، آ تا آش بزرگتر از 1020 و آ تا آش کوچیکتر از 1025 و بی تا بیش مساوی علی هست. یه و اینجا اگه دقت کنید هست، یعنی همزمان همه این شرط باید محقق بشه، درسته؟ توی پرانتز یه تابعی من بهتون بگم، ما 2 تا تابع داریم، خیلی تابع پرطرفدار و پرکاربردی هم هست توی گوگل شیت و اکسل به نام اند و اور. اند و اور چیه؟ اند که مشخصه و او یاه، که ما اینجا اور رو اند رو اگر خاطرم باشه بذارید من ببینید. ای بابا من اصلا وبکم خودم رو خاموش نکردم، نمیدونم که تا اینجا الان واضح بوده یا نه. آره واضح بوده. من وبکم خودم رو خاموش میکنم، کوچیکش میکنم، حالا منم داشته باشین تحمل کنید. کوچیکش میکنم اینجا. خب عرض کنم خدمتون که ببینید اند و اور چیه توی گوگل شیت و اکسل. اور مساویه به علاوه است، اند مساویه
اور معادله به علاوه است. حالا اینم اینطوری نمیاره، من مجبورم اینطوری بیارمش. و اند معادله ضرب داره. اوکی، این ضرب داره ها، من چون خودش تنها نمیتونست بیاره، البته اینا اوورد ولی پلاس تنها نمیتونه بیاره. این مفهومش چیه؟ حالا یه مثال براتون میزنم که موضوع حل بشه براتون. یه ستونی ما اینجا داریم 1 2 5 20، اینم بکنیم 11. میاد اند اینجا استفاده میکنیم، میگیم که آقا اند چی کار میکنه؟ اند و اور یه تابع منطقیه. میگه که آقا پرانتز باز این بزرگتر از 10، به ما میگه که بله ترو. اوکی، مسلم هم هست. یا میگیم که این کوچیکتر از 10، میگه فالس. منتها این وقتیه که یه دونه است دیگه. اگر ما اینا چند تا لاجیکال اکسپرشن اصطلاحاً یا چند تا چی میگن شرط منطقی بهش بدیم، بگیم که آقا E1 کوچیکتر از 10، میگه نه نیست، فالس. و آیا E1 باز دوباره کوچیکتر از 15 چی میشه؟ دوباره میشه فالس. آقا E1 کوچیکتر از 15 که هست دیگه، کوچیکتر از 10 هم هست، نه نیست. پس این داره چی کار میکنه؟ داره میگه اگر این و این جفتش برقرار بود، جفت از این لاجیکال اکسپرشن، یعنی جفت این جمله منطقی جفتش درست بود، به ما اینا بده که تروه. اگر یک کدومش درست نبود، فالسش کن. این در واقع مثل 0 و 1 داره عمل میکنه دیگه. اگه ما در نظر بگیریم که ترو رو 1 در نظر بگیریم و فالس رو 0 در نظر بگیریم، خب 1 ضرب در 0 چی میشه؟ ما گفتیم اند 0 دیگه. 1 ضرب در 0 مسلما میشه 0 دیگه. تنها در حالتی بین 0 و 1، تنها در حالتی 1 میشه که 1 ضرب در 1 بشه. درسته؟ الان من اینا بذارید دقیقا این کارو بکنیم. شاید دارم میپیچونم، امیدوارم زیاد گیج نشیم. یه کمی توجه میخواد، تمام تمرکزتون رو بذارید اینجا، اوکی میشه. ما این 1 باشه این 0 باشه، جواب میشه 0. خب این 1 باشه این 0 باشه، jawab میشه 0. جفتش هم 0 باشه، جواب میشه 0 دیگه. در حالت فقط اینطوریه که جفتش 1 باشه. اوکی، جواب میشه 1. اینو گوشه ذهنتون داشته باشین. خب حالا برگردم روی اینجا. وقتی اند ما استفاده میکنیم، جفت این جمله شرطی هایی که می نویسیم، حالا جمله منطقی، اون چی میگن، جمله منطقی هایی که می نویسیم باید همش 1 باشه تا به اون ترو جواب بده. یعنی باید همش در واقع درست باشه. بذارید یه جمله ای که همش درست باشه ما بنویسیم اینجا. میگیم که اند آیا E1 بزرگتر از 2 هست که مسلما هست، یا دوباره E1 بزرگتر از 5 هست که دوباره هست، یا دوباره E1 کوچکتر از 100 هست. ببینید اینجا جواب هم لحظه داره میده، جواب کل اینا داره میده، کل این خط داره میده. یا دوباره E1 نمیدونم چی کوچکتر از 50 هست. بله، حالا کافیه ما یه جمله چی میگن لاجیکال اکسپرشن منفی بهش بدیم، یعنی جوابش بشه فالس. میایم میگیم که E1 کوچکتر از 10 هست. ببینید فالس شد. چرا؟ چون داره میگه که تموم اینا باید جوابش ترو باشه تا من ترو بشم. دقت کنید فالس شده. در واقع چی کار داره میکنه؟ داره میاد میگه که آقا این یکه، همه اینا ضرب در هم میشه 1، ولی یه صرف توش اومده خراب کرده کارو. درسته؟ خب
الان اور دقیقا به اضافه است، یعنی ما داریم میگیم که اینا بیا به اضافه کن. چه اتفاقی میفته اینجا؟ دیگه فرق نداره که فرض کنید حالا این هم 2 نیست، جوابش ما تو 0 و 1 0 داریم یا 1 داریم، بیشتر از 1 نداریم. اگه این 0 باشه این باز 1، اگه این 1 باشه این 0 باشه این باز 1، اگه جفتش 0 باشه این 0. بیاریم او رو اینجا با هم دیگه مساوی اور تست کنیم. ای بابا، میگیم که آقا این 2 بزرگتر از 0 میگه تو رو. آیا این او ای 2 ببخشید بزرگتر از 1 باز میشه تو. ای 2 کوچیکتر از 100 باز میشه تو. یا ای 2 بزرگتر از 10 که این فالسه دیگه. ای 2 بزرگتر از 10 این میشه فالس، ولی چون بقیه اینا ترو بوده مهم نیست. این داره میگه اور، یعنی اگر این یا این یا این یا این هر کدومش ترو بود جواب ترو به ما برگردون. که اینجا داره میگه که نه اینا ترو، این فالسه، مهم نیست، هر کدوم ترو بوده من نشون میدم. حتی من اگه بیام دو تا رو هم پاک کنم باز اینجا تروه. چرا؟ چون یکیش تروه. داره میگه اگر این یا این ترو بود ترو را نشون بده. اندم ساده است دیگه، در واقع یه کمی ساده ترش کرده. داره میگه اگر این و این و این و این و این همش ترو بود ترو را نشون بده، اگه غیر از این بود فالس نشون بده. خب این تعریف اند و اور شد. خب اینجا رو داشته باشید گوشه ذهنتون. من همین یه تیکه رو باز دوباره میبرم یه جایی تحت عنوان آموزش اند و اور یه ویدیو جدید، یه ویدیو جداگونه درست میکنم و یه سری مثالم باز در موردش میزنم. حالا ما اند و اور رو توی فیلتر میتونیم استفاده کنیم، ولی نیازی نیست از خود اند و اور تابع اند و اور استفاده کنیم. میتونیم استفاده کنیم ولی نیازی نیست. ما به جای اند و اور میایم از ضرب در و به اضافه استفاده میکنیم. برگردیم به فیلترمون. ما چی گفتیم؟ گفتیم آقا فیلتر کن A تا G ها، اونایی که A تا H 10-20 بود و and. وقتی میگیم and لازم نیست اینجا به اضافه بذاریم. در واقع این خودش به عنوان and داره کار میکنه، یعنی خود دیفالت فیلتر اصلا and هست. یعنی میگه همه این شرط باید برقرار باشه تا من بیام لیستی که اون رنجی که همه این شرط ها رو داره به تو نشون بدم. حالا اگه ما میخوایم بگیم اورش کنیم چیکار باید بکنیم؟ باید بیایم هر کدوم این شرط رو توی پرانتز بذاریم و بینش رو ضرب در میذاریم. اوکی؟ نه ببخشید، به اضافه میذاریم، اشتباه گفتم. به اضافه بود، چیز بود دیگه، اور بود دیگه. باز دوباره این به جای کاما به اضافه میذاریم و اینجا هم پرانتز بسته، دوباره پرانتز فیلتر بسته. الان چی نشونمون میده؟ داره همش نشونمون میده دیگه. چرا داره همش نشونمون میده؟ چون ما گفتیم که 3 تا شرط براش تعیین کردیم. گفتیم هر کدوم شد، هر کدوم اسمش علی بود و برای ما بیار، و هر کدوم بیشتر از 10-20 بود و هر کدوم کمتر از 10-25 بود. الان اگه دقت کنید، خب بذار ما یکم تنگش کنیم اینا. الان ما اینجا یکی میزنیم به نام 10 و اسمش هم میزنیم حسن و ببینیم چیکار میکنه. داره میاره، پس شاید ما داریم اشتباه یه جایی میزنیم. کجا رو داریم اشتباه میزنیم؟ میگیم بزرگتر بود کوچیکتر از 10-25. این چون کوچیکتر از 10-25 این کوچیکتر از 10-25 دیگه. بزرگتر از 10-20 اینا بذار اینطوریش کنیم. بذار یکی پاک کنیم کلا. اول تستشو بکنیم. ببینیم ما گفتیم لیست اینایی که اسمشون علیه، بیشون علیه یا
ای شون ستون ای شون کوچیکتر از 1025 رو برای ما نشون بده که ببینید اینا همشون کوچیکتر از 1025 و بی بیشون این دوتا علیه، ما بقیه هم نشون داده به خاطر اینکه کوچیکتر از 1025 بوده. یه تست بکنیم این طرف ببینیم وضعیت چجوریه. ما الان 1027 داریم. حالا این 1027 تا بیام اسمش علی بکنیم باید اینجا نشون بده. چرا؟ چون اسمش علیه دیگه، مهم نیست دیگه اینجا عددش چی بوده، مهم اینه که اسمش علیه. در واقع چیز میشه دیگه، اور میشه دیگه. آره، یا این یا اون، یا این شرط برقراره یا اون شرط برقراره. فارسیش دقیقا این میشه که یا این برقرار باشه یا اون برقرار باشه. اگه بخوایم اندش کنیم یعنی جفتش همزمان باید برقرار باشه، گفتم مثل همون حالت اول این پرانتز رو برمی‌داریم و یه کاما که بذاریم دیفالت خود فیلتر اند هست، داره اند میکنه، میگه که حتما هم کوچیکتر از 1025 باشه و هم بی بی کوچیکتر از ضبط که داره میشه دیگه. امیدوارم بخواد ضبط. آره خب کجا بودیم؟ گفتیم که این دو تا ببینید هم ای هم کوچیکتر از 1025 هم اسمشون علیه. ما اینجا یه علی دیگه داشتیم دیگه، ولی چون 1027 نمیشه نشون نمیده. اگه ما اینا بکنیمش 10 نشونمون میده. اوکی. چیزی که حالا ممکنه یه جایی هم به درد بخوره این موضوع دیگه اندوره، من کمتر باش کار کردم، ولی خب اون معنی اینکه حالا داریم فیلتر آموزش میدیم و همه چی دیگه لازمه بگیم، من این نکته دارم گفتم که مد نظر داشته باشید. مبحث فیلتر ما تقریبا تمومه، میمونه مثال هاش. در خلال مثال ها و ترکیب کرده، مثلا ما اینکه ترکیب کنیم میتونیم بگیم چند تا رنج از چند تا شیت که چند تا شرط روش برقرار باشه و بین این شرط ها هم باز دوباره تعیین کنیم که این شرط ها میخوایم اور باشه یا اند باشه. میتونیم از این مثال بزنیم. من یه شیتی اول آماده کرده بودم، این شیته خب که ما فیلتر رو روی این مثال بزنیم و این فیلتر ها انواع فیلتر رو روی این تست کنیم، ولی راستش دیدم یکم زوده. ما باید اول اون استراکچر فیلتر رو توضیح بدیم، یکم تمرینای ساده بکنیم و بعد بریم سراغ این کار. اول این جلسات فیلتری گفتم فیلتر خیلی به کار میاد، هنوزم میگم فیلتر خیلی خوبه، خیلی جاها به کار میاد و چند تا کار خیلی قشنگ میشه باشه. یه نکته هم بگم به عنوان پرانتز، یه کار دیگه ای که با فیلتر میشه کرد، ما میتونیم فیلتر رو ببریم توی در واقع یه تابع منطقی ریاضی. مثلا به عنوان مثال براتون بگم، یه سری تابع هایی ما داریم که میاد، ما اصطلاحاً چی میگن، تابع ریاضیه، لاجیکال، نمیدونم تابع لاجیکال فکر کنم بهش میگن، یادم نیست اسمش چی بود دقیقاً. تابع های سام، تابع مثلا نمیدونم تابع سام، تابع مکس، تابع مین، تابع اوریج، تابع نمیدونم سام ایف، تابع از این تابع، اینا رو ما میتونیم ترکیب بکنیم با فیلتر و خیلی هم قشنگ میشه ترکیبش کرد. چه جوری؟ ما میخوایم یه جایی مثلا اینجا یه عددی بیاریم از عدد جمع این نمره ها مثلا. خب خیلی راه ها داره، میتونیم با سام درست کنیم، میتونیم با سام ایف درست کنیم، میتونیم هر کاری بکنیم. منتها یکی از راحت ترین راه ها و به نظر من قشنگ ترین راه هاش اینه که با فیلتر این کارو بکنیم. چجوری؟ میایم میگیم که آقا فیلتر کن اون چیزی که میخوایم جمع کنیم اینا. خب حالا شرط براش تعیین میکنیم، اونایی که ستون ایشون بزرگتر از 1005. خب طبیعتا اینا رو میاره. حالا ما اگه این فیلتر رو ببریم توی سام، دقیقاً به اون جمع اینا رو نشون میده. یه تست بکنیم اونایی که از 1005 بیشتره، اینا میشه دیگه. آره
ببینید این پایین مینش رو داره میاره، سامش 57. اوکی، میتونیم بگیم که بزرگتر مساوی 1005 که باید با این بیاره و 75. باز دوباره اینا میتونیم اوریجشون بیاریم توی این اوریج اینا. این پایین یه حالت جواب سریع برای اینا داره، اوریجش 15. میتونیم بگیم مینشو بیار، مینیموم تا به مین یعنی کمترین عدد رو پیدا کن که کمترین عدد توی اینا 10، ماکسش رو پیدا کن، ماکسش میشه بزرگترین عدد. این کجا به درد میخوره؟ اون جایی به درد میخوره که ما دیگه جزئیات نمیخوایم. فرض کنیم ما این جای مثلا مبلغ حساب داریم، ای بابا مبلغ حساب، این مبلغ حساب اینا رو باید ما انگلیسی درزم بنویسیم. اینا هم میایم به صورت نامبرش میکنیم که این 3 خطای 3 نقطه‌شو بذاره و این هم برش میداریم. این الان 10,000، این انقدر، این 10,000. خب الان ما میخوایم چی کار کنیم؟ بیایم بر اساس شهر میخوایم بیام بگیم که H رو بیا G یا نه H رو برای ما در بیار. دارم توضیح میدم که کجا این سام فیلتر به درد میخوره. H رو برای ما بیار، اونایی که دیش مساویه چی باشه؟ مساویه این چیزی که اینجا وارد میکنیم باشه. این الان چیکار میکنیم؟ میزنیم تهران، میخوایم مانده حساب تهران رو در بیاریم. تهران 1,000,000. اینا مکسش رو آوردیم، باید سامش رو بیاریم. خب چی شد؟ این دوتا رو جمع کرد، اونایی که شهرشون تهران بود به ما گفت. الان میزنیم شیراز چیه داریم؟ شیراز اینا داریم، اینا حساب کرده. تبریز باید جمع این دوتا رو حساب کنه به ما بگه. این اوریجش این سامشه 98,737,200 دقیقا همینو داره نشون بده. این ترکیب سام فیلتر به درد این جاها میخوره که ما مثلا میخوایم بگیم آقا اونایی که مثلا توی فروش داریم، مثلا تو همین جا میتونیم اینجا تعیین کنیم آقا اونایی که توی 1 ماه فروش داشتن و مثلا نمیدونم خدمات داشتن یا کالا داشتن، یه همچین چیزی رو میتونیم حساب کنیم که اینا تو مثاله که بهتون میگم ویدیو بعدی میشه احتمالا یه 2 تا ویدیو بعدی کامل باز یه مثال کوچیک الان زدم که فقط مطلب جا بیفته. تمرین کنید، اگه سوالی چیزی داشتین بپرسین حتما. باز لطف کنید سابسکرایب کنید. این مطلبی که راجع به فیلتر گفتم، راستش من خودم خیلی دنبالش گشتم توی یوتیوب فارسی و هیچی پیدا نکردم، حتی تو سایت هم پیدا نکردم که انقدر کامل توضیح داده باشه. مثلا به عنوان مثال من خودم تا همین چند وقت پیشم سرچ کردم که ببینم اصلا دیگه خودم تست کرده بودم، یاد گرفته بودم، رفته بودم سرچ کنم توی گوگل شیت که با چند تا رنج را چطوری میتونیم فیلتر کنیم، چیزی پیدا نکردم در موردش که من پدرم در اومد. شاید هفته ها من هی تست میکردم، انواع مدل ها را تست میکردم تا یاد بگیرم و دیگه تو پیجای انگلیسی داشتم میگشتم و پیداش کردم. منظور این که قدرشو بدونید، به دوستاتون پیشنهاد بدین ببینن. شاید بگم نمیگم تکه، ولی خب جزء معدودایه شاید
ویدیو یوتیوب فارسی باشه. و هر حال منظور این که قدرشو بدونید و ازش استفاده کنید و خوب یادش بگیرید، خیلی کاربردیه. مرسی. بازم من میشم لایک و سابسکرایب کنید، به دوستاتون پیشنهاد بدید. من تقریبا سعی میکنم هفته 2-3 تا ویدیو رو بذارم و سعیم میکنم پروژه محور پیش ببرم آموزش رو. یه سری آموزش هایی هست لازمه که اولش کار بشه، ولی اینکه حالا مثلا این ویو چیه و این اینسرت چیه و اینا چیه رو من راستش به اون صورت میدونی احساس میکنم در خلال یه پروژه راحت تر میشه اینا رو یاد داد و یاد گرفت. حتی حس میکنم که بخوام یکی یکی اینا رو شروع کنم توضیح دادن زیاد جالب نیست. اون کسی هم که میخواد یاد بگیره زیاد هم جذابیت نداره براش، همین که احتمالاً اگه هم یاد بگیره سر یادش میره. اینه که من ترجیح همینه که در خلال یک پروژه آروم آروم شروع کنم چیزا رو یاد دادن. همونطور که خودم همینطور شد، من یه پروژه شروع کردم و در خلال انجام دادن این پروژه گوگل شیت رو یاد گرفتم و خیلی چیزای دیگه. از این جهت فکر میکنم که یادگیریش هم خیلی بهتر باشه و ماندگاری تو ذهنش هم طبیعتا خیلی بهتر باشه. باز دوباره یه بار دیگه تشکر کنم از لایک و سابسکرایبی که میکنید و پیشنهادی که به دوستاتون میدیم. اگر جایی اشتباهی من دارم میگم یا روش دیگه ای شما میشناسید بهتر باشه، ساده تر باشه، یا از با یه تابعی دیگه ای یه کار دیگه ای بشه کرد، احساس کردید من دارم اشتباه میگم یا مثلا یه مدلی هست که بهتر با یه تابعی دیگه ای بهتر میشه این کار انجام داد، ممنون میشم به منم بگید. منم میرم سرچ میکنم، یاد میگیرم در موردش. و اگر هم در مورد صدا، تصویر، هر انتقادی چیزی دارید لطف کنید به من اطلاع بدید که من یک آروم آروم سعی کنم کیفیت محتوا رو بالا ببرم. مرسی، وقتتون بخیر.